به شعبه وزارت کورای داخله در نویه باباجان غفوروف با عریضه زن 40 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 20 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 13:00 دقیقه شخص نامعلوم با طریق پنهانی از خانه استقامتیش 27580 سامانی و 50000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 17 ساله ساکن نویه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کورای داخله دو در نویه رودکی با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 18 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 9:00 دقیقه جوان 21 ساله ساکن شهر وحدت با طریق پنهانی автомاشین تمغه لکسوس را که در نزد منزل استقامتیش به نظارت می ایستاد غیر قانونی گرفته ای کرده در حدود شهر وحدت به صدمه دچار شده است. ضرر رسانیده شده 35000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.